سلام دوستان عزیز، امید از جورو صحتمند و سرحال باشین. بخصوص والدین گرامی، امروز دکتر صاحب پیروز آشوری اختصاص داخلی اطفال موظف در شفاخانه میوند را داریم که صحبتایی می داشته باشیم راجع به اطفال، ببینیم که چی گفتنی ها دارن. دکتر صاحب محترم، در این روزا خودتان در شفاخانه هستیم و امراضی که مرضی که والدین رو نگران میکنه و هشدار دهنده است این روزا کدام مرض است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بخیر سلامت بوده باشین انشالله. شما و والدین گرامی، اطفال و نازنین همگی صحت سلامت بوده باشن. در این شب روز گرچه امروزهای موسم فصل سرمای زمستان است، در این موسم امراضهای مختلف از جمله امراضهای سرخکان در ردیف اول قرار داره. بعد از او خود سینه بغل یا بنام نومونیا یاد میکنه، بعد از او برانچولیتس و به می تعقیب امراضها در این موسم زیادتر است. خب، یاد از سرخکان کردیم. سرخکان چی نوع مرض است؟ دقیقاً سرخکان یک امراض ساری، یک امراض ویروسی است. یک امراض ویروسی و ساری است که از جمله یک امراض RNA است که از خود ویروسی به نام پاراموکس ویروس که عامل همین ویروس خودش چی میکنه؟ خودش تشکیل میده. بله. این مرض گفتین نگران کننده است، کشنده است؟ دقیقاً سالانه خود همین سرخکان در حدود 350,000 وفیات مورتالیتی یا وفیات مرگ و میره در خود اطفال تشکیل میده. خود سرخکان در فصل زمستان و در فصل بهار شیوع ازی خیلی زیاد است. شیوع ازی شامل به دو استیپ یا به دو کاتگوری تقسیم میشه. یکی به شکل اندیمیک شیوع میکنه، یکی به شکل اپیدمیک شیوع میکنه. به شکل اندیمیک که ما میگیم شیوع سرخکان در ولایت‌های مختلف کم و بیش شیوع داره، ولی زمانی که در یک کشور در تمام ولایت‌ها همین سرخکان در تمام ولایت‌ها اطفال نازنین اگر این مبتلا بسازه، این باز ما چی میگیم؟ شیوع اپیدمیک میگیم. خود اطفال این زیادتر مصاب به خود سرخکان هست، ولی بر کلانان بوده میتونه، ولی اطفال نازنین برای چی است؟ برای زیادتر مصاب است. اعراض علائم مریضی مرض چی است؟ اعراض علائم مریض، خب خود همین سرخکان ما به سه استیپ یا به سه بخش اعراض علائمش تقسیم میکنیم. یکی مرحله نزلوی، دوم مرحله اندفاعات، سوم مرحله نقاهت. اول اگر ما مرحله نزلوی را اگر خدمت شما عرض برسانیم، مرحله نزلوی مرحله که از روز دوم یا از روز اول تا روز چهارم در بر میگیره. در این مرحله خود اطفال که مبتلا به خود سرخکان اگر بوده باشه، خود از این آبریزش بینی، سرفه به شکل خشک، عطسه، اشکریزی و در روزهای چهارم به شکل کوپلک اسپات میگه، یک در داخل دهان در مقابل دندانهای به نام مولر میگه. در این قسمت شما زمانی که نمک در یک جای پاش داده باشین یا یک بوره را در یک قسمت پاش داده باشین، دهان متفلک میشه، سفید پیدا میکنه. این مرحله را به نام مرحله نزلوی یاد میکنه. دوم مرحله اندفاعات است. مرحله اندفاعات از روز چهارم تا روز ششم در بر میگیره. این روز چهارم تا ششم در این روزا در خود جلد، در خود پیش دیگه در جلد بیای، اول در خلف پکه گوش یعنی در خلف سیوان در اینجا سرخی و دانگکای خرد به شکل سرخ رنگ، بعد از او در خود پیشانی و در خود در خود رخسار با وجود میاد. باز از بالا و پایین باز میاد گردن و باز خود قفس سینه و باز خود بطن، باز تمام بدن چی میکنه؟ خود از این انتشار میکنه. زمانی که ای اطفالی که مصاب میشه به این مرض، توصیه شما چی است به والدین؟ بر والدین گرامی توصیه ما است خود اول خود سرخکان تداوی نداره ولی وقایه داره. وقایه ازی است که
خواهش ما، تقاضای ما از تمام مادرایی از اطفال نازنینشان در سن نوماهگی واکسین بکنن. خود سرخکان شامل 2 دوره واکسین خود داره. واکسین از یکی در دور نوماهگی و دوم در دور 18 ماهگی یا همو 1.5 ساله که میگن دو دوره. این واکسین میشه واکسین ازی 0.5 میلی با دیگه واکسین ها که واکسینایش به نام MMR میگه، کارمندای صحی را میفهمن. 0.5 میلی زیر جلد واکسین ازی تطبیق میشه. زمانی که واکسین از تطبیق میشه 92 تا 98% معافیت پیش اطفال چی میکنه؟ ایجاد میکنه. ولی اطفالی که پایینتر از 6 ماه است خود از این ایمونیتی یا سیستم دفاعی بدن از طریق مادر برازی داره. این اطفال زیر 6 ماه بسیار نادر است که مصاب به سرخکان شود. یعنی از اطفالی که بالاتر از 6 ماه چانس بیشتر. دقیقاً. تشکر. دیگه کسایی که از دکتر صاحب خانهشون دور از شفاخانه و کلینیکا و چیزا هست و یا چی توصیه دارین؟ بله دقیقاً. خود امراض سرخکان یکی از خرابیایش ازی تب است. یعنی طفلا تب با وجود میاد. تب ازی حتی بالاتر از 40 درجه سانتیگراد پیش اطفال چی میکنه؟ با وجود میاد. اکثرا پیش مادرها عقیده به این است که میگه اطفالی که سرخکان پیدا میکنه میگه ایره شما بپیچانین، یعنی شما میگه در بین کمپل بانین یا ایره میگه با پلاستیک چیز بکنین یا همو کالا و اینا از ایره میگه زیاد میگه بپوشانین. در صورتی که این عقیده خوب نیست. عقیده به این که خود طفلا یعنی تب میکنه، خود تب مایات بدن کم میکنه، منجر به یعنی کمبود مایات ایجاد میشه، این او بدنش کم میشه. ساده تر به خدمت شما بگم، از او خاطر این طفلایی که تب میکنه از مراکز صحی که دور است توصیه ما این است که بر از اینا تربند بکنن. اگر خانه شربت ضد تب که مثل شربت پرستامول میگه اگر این باشه بر از اینا بتن. و طفلی که اگر به سرخکان مبتلا شده باشه یا یکی از اقارب یا یکی از همسایه ها که مبتلا به سرخکان شده باشه این باید تجرید شود. تجریدش به چی شکل؟ یعنی طفلی که پیش از اینکه یک طفلی که مبتلا به سرخکان است پیش از 4 روز پیش از اندفاعات کشیدن، 5 روز بعد از اندفاعات کشیدن، یعنی خود از این اما ویروس چی میکنه؟ انتقال میده به دیگر کس. از خاطر این تجرید شود. طور مثال در یک خانه یک طفل است اگر سرخکان مبتلا ساخته باشه، اگر این تجرید نشه این میتونه که دیگه اطفال نازنینی که در 10 دانه طفلی که در خانه باشه کل از این مبتلا بسازه. ولی این طفل باید تجرید شود. تجرید از این یعنی پیش از 4 روزی که چیز میکشه خود اندفاعات جلدی میکشه الا 7 روز بعد از اندفاعات چی باشه این تجرید شود. باشین دکتر صاحب توصیه آخرتان برای والدین گرامی چیست؟ خود سرخکان بعضی اختلاطات داره، بعضی خرابی ها داره. خود سرخکان خودش گفتیم امراض ویروسی است. ویروس خودش تداوی نمیشه و قایم میشه. ولی تداوی سرخکان نظر به اختلاطاتش یا نظر به خرابی‌هایش، ببینید خود سرخکان از خود خرابی‌ها ایجاد میکنه. خرابی‌ها طور مثال در سیستم تنفسی یا در خود شش‌ها سینه و بغل ایجاد میکنه یا نمونیا میگه این ایجاد میکنه، یا خود در خود چشما سرخی چشم ایجاد میکنه، یا در خود جهاز هضمی اسهالات ایجاد میکنه، یا اینکه در خود سیستم دماغی انسفالیت میکنه ایجاد میکنه. توصیه ما این است که طفلایی که مصاب یا مبتلا به سرخکان بوده باشن بر از اینا اطفالی که از 6 ماه تا 1 سال بوده باشه بر از اینا ویتامین ای توصیه شود. ویتامین ای خودش این سیستم دفاعی بدن بالا میبره. یک مسئله دوم چشم محافظت میکنه از کوری، از خرابی چشم، از آسیب زدن برای چشم. طفلی که از 6 ماه تا 1 سال باشه 1 لک اینترنشنال یونیت، طفلی که از 1 سال به بالا باشه مصاب سرخکان بوده باشه 2 لک اینترنشنال یونیت داده شود. ولی طفلی که اگر از 1 سال به بالا باشه وزنش از 8 کیلوگرم کم باشه شما بازم ویتامین ای را به دوز 2 لک توصیه کرده نمیشه. بازم دوزی از این چی میشه یا مقدار از این پایین آورده میشه. دیگه ای که خود سرخکان خرابیش طفلا رو بیشتر میسازه. از او خاطر
طفلایی که مثلا مبتلا به سرخکان بوده باشه، اینا منجر به سوء تغذیه میشه. خوب است که تغذیه ازی، حفظ صحی ازی زیاد چی شود؟ مراحت شود. شکر دکتر صاحب. امید از دوستای عزیز از برنامه ما چیزی برداشت کرده باشین. اگر از ویدیوی ما خوشتان آمده باشه چینل ما را سابسکرایب و لایک کنین و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. شکر. بخیر، سلامت باشید.